هشدار سپاه پاسداران رو داشتیم که گفته کمربند غزه رو اگر حملات اسرائیل ادامه پیدا بکنه بدون ملاحظه خواهند زد. گفتن که مقرهای نیروهای دشمن به گفته اونها در شمال فلسطین اشغالی رو هدف قرار میدن. این خبر اونجا چه بازتابی داشته آیا؟ این خبر و خبرهای از این دست که از سمت سپاه پاسداران میاد خیلی واکنش‌های زیادی رو اینجا داشته. وقتی به خبرگزاری‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم که آنچه که جمله به جمله آنچه که سپاه پاسداران در گروه‌های تلگرامیشون هم حتی منتشر می‌کنن اینجا به سرعت ترجمه میشه و در خبرگزاری‌ها کار میشه و اینا رو جدی هم می‌گیرن. مثلا فرودگاه بنگوریون که اصلی ترین مهمترین فرودگاه اسرائیل به حساب میاد، این فرودگاه الان شمار پروازاش رو به 60 نفر رسونده. هر پرواز نهایتاً 60 نفر میتونن درش باشن و این تغییر بزرگی است. قرار بود که این کم کم رفع محدودیت‌ها صورت بگیره و دیگه مشکلی برای پروازها از بنگوریون نباشه، اما خبری که منتشر شد و هدف قرار گرفته شدن یکی از مراکزی که سپاه پاسداران گفته بود، مراکز سوخت رسانی به هواپیماهای نظامی در فرودگاه بنگوریون که آتش بزرگی هم به پا کرد اینجا، باعث شد که این تعداد پروازها و شمار افرادی که در هر پرواز قرار میگیرن بیشتر از 60 نفر نشه. پس میبینیم که این صحبت‌هایی که سپاه پاسداران میکنه رو اینجا دست کم در رسانه‌ها و بین مقام‌ها خیلی جدی گرفته میشه و در عمل هم براش اقدام میکنن. فرودگاه بنگوریون یکیش تغییر تعداد پرسنل نظامی در واقع پایگاه‌های نظامی اسرائیل در منطقه هم یکی دیگر هست که به سرعت داریم می‌بینیم که تعداد این افراد داره جابجا میشه و از یک منطقه به منطقه دیگر میرن. جزئیاتی منتشر نمیشه چون به هر حال اطلاعات نظامی کمتر پخش میشه، ولی از تغییر تعداد این نفرات در پایگاه‌های مختلف به نظر میاد که این خبرها جدی گرفته میشه.